چرا از دستم عصبانی میشی؟ اول اینو توضیح بده. اون فقط یه سوء تفاهم ساده بود. حتی وداد هم اینقدر ناراحت نشد. تو چرا اینقدر ناراحتی؟ من واقعا نمیفهمم. نمیفهمی؟ آره. دوبله شده در استودیو جی. ولم کن. خیلی معذرت میخوام. شما مهمون دارین دمیر خان. منتظر بمون. اما دمیر خان این میتونی بری از میخانم. یلدریم خان اومدن. اینم میدونه که شما تو اتاقتون هستین. بگم منتظر بمونه یا حالتون خوبه؟ لطفاً 5 دقیقه معطلش کنین. یه بهونه پیدا کنین. 5 دقیقه دیگه راهنماییشون کنین اتاقم. خب کارا چطور پیش میره؟ سرمون شلوغه اما لذت بخشه. داریم روی پروژه آلارا خانم کار میکنیم. یلدریم خان، دمیر خان کنفرانس تلفنی با خارج از کشور دارن. 1-2 دقیقه منتظرتون میذاریم. ممنونم از خانم. آروم لروکس، الان نمیشه. خودتو نباز، محکم باش. خب لروکس چی شده؟ لروکس خوبی؟ نه نیستم دیگه، طاقت ندارم. باشه بیا اینجا ببینم. بیا چی بهت گفت؟ چی کارت کرد که اینطوری شدی؟ اون نه، من باعث شدم اینطوری بشه، وگرنه قضیه به این نقطه نمیرسید. 100 تا دروغ گفتم. چه دروغی؟ لروکس جون میشه درست حسابی حرف بزنی؟ کلی کارای مزخرف انجام دادم، دیگه روشو ندارم در مورد کارای اون چیزی بگم. مگه چی کار کردی؟ دخترا خواهش میکنم برین تو، میخوام 2 دقیقه تنها باشم. اما لروکس کاش حرف میزدیم. لطفاً برین. مروه بیا بریم یکم تنها بمونه. ما داخلیم باشه؟ تفلکی خوش اومدین یلدریم خان. ببخشید که منتظر موندیم. مهم نیست، این منم که بی خبر اومدم. بفرمایید. ممنون از خانم. وقت بیرون منتظرتون بودم از دوستان در مورد روند پرونده یه سری اطلاعات گرفتم. پرورشگاه، حیاتش، منطقه های کشتکاری، به نظر میان همشون خیلی خوب طراحی شدن. وقتی کارا تموم بشه خیلی بهترم میشه. در نظر داریم در طی 1 هفته یا حداکثر 10 روز تمومش کنیم. راستش منم برای همین اومده بودم. وقتی شنیدم تصمیم گرفتین پروژه آلارا رو تسریع کنین، خواستم باتون حرف بزنم. البته حرف بزنیم.
عزیزم تو چت شده؟ خیلی با هم خوب بودیم، یهو چی شد اینطوری عصبانی شدی؟ عزمیه، من فکر کردم من همه چیزو خراب کردم، اما راستش یعنی اولش من چقدر احمقم آخه. هنوز دارم خودم رو سرزنش میکنم. فکر کردم به خاطر اینکه دروغ گفتم اینطوری رفتار میکنه، در حالی که کسی که دروغ میگفته خودشه. کی دروغ میگه؟ دمیر خان؟ اصلا امکان نداره. یعنی تو چه موضوع برای چی باید بهت دروغ بگه؟ با آلارا رابطه داره. رسما بین اون دوتا یه چیزی هست، اما طوری رفتار میکرد انگار فقط مشتریشه. اصلا براش مهم نیست طرف قلبش میشکنه. تو دلت شکسته. ای خدا، یعنی اوضاع اینقدر بده عزیزم؟ عزمیه، من همه چی رو خراب کردم. 1000 تا دروغ بهش گفتم. حالا من با چه رویی به خاطر دروغ خودش از دستش عصبانی شم؟ لروکس یکم آروماشو به حرفای من گوش بده. ببین خوشگلم، مگه تو نبودی که عملیات فراری دادن دمیر خانو شروع کردی؟ همون عملیات چیتا رو میگم. خب اما چند هفته هم هست که میگی ولش کنیم، میگی تمومش کنیم. حتی به حرفت هم گوش نمیدن. چرا؟ چون که نمیدونن. اگه بدونن. چیو بدونن؟ تو نمیخوای دمیر خان بره عزیزم. ول کن بابا، اصلا میخواد بره. خب بره. مشکل من پاریس رفتنشون نیست که. چه پاریسی؟ همین دیگه، با آلارا داره میره پاریس، بعدش میگه بینمون هیچی نیست. تو برای همین عصبانی شدی، چون میخواد با آلارا بره. اما خب به خاطر کاره. اگه بینشون چیزی بود که من میفهمیدم. این چیزا رو سسوت من میفهمم دختر. وای بی خیال، اصلا باشه بره، به من چه؟ وای لروکس، تو هم وقتی قاطی میکنی یکی دیگه میشی. یا یکم به خودت بیا، خودتو جمع و جور کن. ببین من دارم میرم پایین قهوه درست کنم، تو هم سری به خودت میای. فهمیدی؟ ببین داری خیلی تابلو میکنی عزیزم، خیلی داری تابلو میکنی. نفس بکش، زود باش، نفس بکش، زود باش. چیو تابلو میکنی؟ عجبا. پیشرفت سریع پروژه ها برای آلارا هم خیلی خوب شده. خیلی وقت بود که اونو اونقدر متمرکز ندیده بودم. با هم دیگه حرف میزنیم؟ به خاطر سخنرانی در پاریس زنگ زد. چون میخواین این پروژهش رو در سطح جهانی ارائه بدین، خیلی هیجان زده شده بود. ارائه پاریس برای آرتمیم هم تبلیغ خوبی میشه. خودتونم میدونین که قبل از اومدن من این شرکت در شرف ورشکستگی بود. کل بازارم این قضیه رو میدونستن. وقتی پروژه آلارا خانم رو به همه ارائه بدیم، نشون میدیم که دوباره سر پا شدیم. برای دو طرف هم دستاورد بزرگیه. راستش به عنوان یه پدر برای منم همینطوره. خیلی خوشحالم که آلارا با همچین چیزایی سرگرم شده. حتی ممکنه در آینده بخواد مدیریت شرکت رو به دست بگیره. همش به لطف توه. من کاری نکردم. با آلارا ارتباط برقرار کردی. هر کسی نمیتونست این کارو بکنه. خوبی دمیر؟ انگار فکرت به یه جای دیگه ای رفت. ببخشید، یه لحظه فکرم درگیر یه مسئله کاری شد. همونطوری که گفتم نگران نباشید، این پروژه بدون مشکل پیش خواهد رفت. وقتی این پروژه تموم بشه، آلارا میفهمه کاری که بیشتر از هر چیزی بهش افتخار میکنه رو به لطف شما انجام. به لطف ما، تو و من. راستش با افکاری که شرکت رو نجات داد، ما رو نجات داد و من رو در مقابل خانواده‌ام نجات داد، رابطش با دمیرخان خوب شده. گاردش رو عوض کرد. آخه این یارو چی میتونه به لروکس گفته باشه که اینقدر حالش رو خراب کرده باشه؟ راستش ما هم نمیدونیم، اما من قبلا هیچ وقت لروکس رو اینطوری ندیده بودم. لروکس الان کجاست؟ چرا نمیریم پیشش؟ نمیخواد. من اومدم بچه ها. لروکس چی شده؟ خوبی؟ نیستم، اما به خاطر دمیرخان نیست، به خاطر خودمونه. لروکس نکنه همه چی رو فهمیده؟ نه، چیزی نفهمیده، اما میفهمه. من همه چی رو بهش میگم، دیگه طاقت ندارم. لروکس نمیتونی همچین کاری بکنی، اینجوری هممون بدبخت بشیم. اما من دیگه نمیتونم.
نابود شدم، اعصابم دیگه نمیکشه. آره میدونم عملیات چیتا رو من شروع کردم، اما دارم تمومش میکنم. لطفاً دیگه جلسات مخفیانه دروغ و نقشه نداشته باشی. لروکس، تو اعصابت خورده، اما حداقل بهمون بگو چی شده. شاید ما تقاس دروغا خیلی سنگینه براک. باشه، به دمیرخان چیزی نمیگم، اما دیگه هم بهش دروغ نمیگم، چون که دیگه طاقت دروغ گفتن رو ندارم. براک، به مشتری هیولا زنگ بزن و کنسلش کن لطفاً. حق داری لروکس، حق داره نازنینا. از همون اولش همه این کارا رو کرد که ما جدا نشیم. تمام عملیات چیتا، نقشه ها، دسیسه ها به خاطر ما بود. اما دیگه به همچین چیزی نیازی نداریم. یعنی چی؟ شما با همین؟ با وجود قانون؟ آره، با وجود قانون. و اگه شماها نگین دمیرخان نمیفهمه. یعنی دیگه نیازی نیست بیشتر از این ریسک کنیم. لروکس، اگه واقعا اینقدر حس بدی داری باشه تمومش کنیم. عجب. پس رئیس موندگاره و ما رفتنی. چرا رفتنی باشیم؟ چرا باید کارمندای خوب کاریش رو اخراج کنیم؟ آره. دوستان خسته نباشین. سلامت از باشین. خانم، از اینکه تشریف آوردین خیلی ممنونم. یلدریم، خواهش میکنم. میشه 2 دقیقه با هم حرف بزنیم؟ چیز مهمیه براک خان؟ بله مهمه. در مورد منطقه کشتکاریه؟ نه نیست. الان هیچی مهمتر از کارهای پروژه آلارا خانم نیست. امروز تمام تدارکات لازم تکمیل شد. فردا کارو شروع میکنیم. اگه در مورد کار مشکلی داشتین ایمیل بزنین، من نگاه میکنم و جوابتون رو میدم. لروکس خانم، میریم. میخوام به دوزمت و 2 روز ببرمت پاریس. آلارا، حق داری آلارا. بهتره یکم از اینجا دور بشم. دمیر، من بهت دروغ گفتم. من به تو از قبل میشناختم. اون روز معرفه اومد اما پرونده رو گذاشت و رفت. دمیر خیلی دختر عجیبی بود. چرا دروغ بگم؟ من تا الان با یه همچین دختری حرف نزده بودم. گوش میدم. خب بهت دروغ گفتم. همش همین بود. همین.
به وداد هم دروغ گفتی. به وداد هیچ دروغی نگفتم. یه سوء تفاهم شد، بعدش درستش کردم. اما دیر کرد. دیر کردم؟ چون اول رفتم از وداد عذرخواهی کردم انقدر عصبانی؟ یعنی اگه بهت میگفتم وداد منو با مروه اشتباه گرفته، سوء تفاهم شده، همه چی درست میشد؟ نمیفهمی. اونطور که فکر میکنی ساده نیست. هر رفتاری یه تاوانی داره لروکس. تو وقتی همینطوری میچرخی و به همه دروغ میگی یه مهره رو جابجا میکنی، بعدش همه چیز پشت سر مهره اول به حرکت در میاد. واقعا؟ آره واقعا. پس بذار راجع به مهرهای جابجا شده برات بگم. همین امروز صبح باعث شدی دنیای قشنگی رو تصور کنم که فقط دوتاییمون توش هستیم. خونه های درختی، طبیعت، پودینگ، سورپرایزا. 2 ساعت بعد، فقط 2 ساعت بعد داری با ذوق و اشتیاق سفرت به پاریس و برنامه ریزی میکنی. پشت تلفن میگی این سفر چقدر برات خوب میشه. موضوعمون آلارا نیست. پس موضوعمون چیه؟ من بهت دروغ نگفتم. به خاطر تو دروغ گفتم، اما به تو هیچ وقت دروغ نگفتم. تو چشمام نگاه کن لروکس. لروکس دوبله شده در استودیو جی. گریه نکن لروکس، گریه نکن. به هیچ وجه جلوی اون گریه نکن. هنوز تموم نشده لروکس. اومدم دمیر، بگو دیگه چی مونده؟ میخوای چی کار کنی؟ من بهت دروغ گفتم، تو به من دروغ نگفتی. میخوای چی کار کنی؟ فقط مونده کتکم بزنی. بیا هر کاری میخوای بکن، من اینجا وایسادم. میدونی ما الان چی کار میکنیم؟ چمدون تو رو آماده میکنیم، چون قراره با عشقت بری پاریس و این موضوع خیلی مهمه. باید توجه خاصی بهش نشون بدیم، نه؟ این خوبه؟ نه نیست. این خوبه؟ نه اینم نیست. این یکی چطور؟ نه اینم خوب نیست. اما این فوق‌العاده ترین و شیک ترین و گرون ترین رو با خودت ببری. این برای یه شام رمانتیک خیلی مناسبه. عالیه. اینم ببر، لازمت میشه. در ضمن این فصل پاریس خیلی سرده. برای اینکه عشقت سردش نشه باید یه شال بندازی روشونش. وایسا، من یه شال قشنگ دارم، الان برات میارم. لروکس ببین چطوره، خوشت اومد؟ اینم بذار تو چمدونت، لازمت میشه. راستی چمدونت کجاست؟ لروکس بیا اینو بذاریم، اینم میذارم. اما باید مراقب این باشی، چون بالاخره میخوای بندازیش روی شونه‌های عشقت. نباید چروک بشه. بعدش همدیگه رو نگاه میکنین.
انگار تو این دنیا فقط شما دوتا موندین. انگار هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره. خونه رو فراموش میکنی، شرکت رو فراموش میکنی، قوانین رو فراموش میکنی، یه جوری بغلش میکنی که انگار فردایی نیست. لروکس، خواهش میکنم آروم باش. ولم کن. لروکس، خواهش میکنم یکم آروم شو لطفا. چرا؟ چی شد؟ نمیخوای راجع به عشقت حرف بزنی؟ تو چرا هر وقت گیر میفتی موضوع آلارا رو میکشی وسط ها؟ هیچ میدونی این کاری که میکنی یعنی چی؟ براک، خوبی؟ زنگ زدم جواب ندادی، گفتم بیام ببینم برگشتی خونه؟ آره الان اومدم. زود باش کیفتو بردار بریم با هم نهار بخوریم. براک من خیلی خستم، یکم سرم درد میکنه. آره راجع به اونم حرف میزنیم، ببینم کی باعث شده سرت درد بیاد. زود باش کیفتو بردار. برداشتم بریم. فرار کن لروکس، ببینم تو کجا میخوای فرار کنی. نوش جونتون، بازم تشریف بیارین. به سلامت. سفارش میز 5 آماده است؟ باشه 2 تا دست دارم پسرم، 2 تا. احسان بی خیال اینا، تو بگو ببینم دیشب چه اتفاقی افتاد؟ از ما عصبانی شدن؟ نه چرا عصبانی بشه؟ آخه تلفنی گولشون زدیم، هر دوشون رو دعوت کردیم، چیزی نگفتن. نه نگفتن، من زود رفتم. حالشون چطور بود؟ چطور به نظر میرسیدن؟ خوب بودن. فقط همین؟ یعنی فقط خوب بودن؟ خوب بودن، به هم می اومدن. آی ببین همه اینو میبینن. خب پسرم چون اونا به هم می اومدن ما این کارو کردیم و تلاش کردیم، اما چطور رفتار میکردن؟ نگاهشون چطور بود؟ زبان بدنشون چطور بود؟ به هم نزدیک شدن؟ آره احتمالاً. اصلا شده نشدن، همیشه پیش همه. آره میدونم همیشه پیش همن، اما چی جوری بودن؟ یعنی حس میکردی چند دقیقه بعد میخوان دعوا کنن یا میخوان همدیگه رو ببوسن؟ ها چطور بودن؟ راستش نمیدونم چی کار کردن، اما انگار خیلی عاشق هم. خیلی ممنون. چرا تعجب کردین؟ اینو همه میدونن. این کارم حل شد فیروزه، حل شد. لیلا این بار دیگه تیرمون خورد به هدف. لروکس و دمیر عاشق هم شدن. خب دیگه فینات، سود باش دخترم، دراز بکش. باشه من میخوابونم. چی شد؟ میخوای گازت بگیرم؟ ها؟ گازت بگیرم؟ ها؟ دستتو بخورم؟ ها؟ وایسا ببینم. به خدا که خیلی خوششانسی دوست عزیزم. آره فکر کنم.
خوش اومدین. چرا چیزی نمیگین؟ داشتیم نگاه میکردیم. راستش واسه اینکه مزاحم نشیم چیز کردیم. یه چیزی بگم؟ میشه منم یه خورده باش بازی کنم لطفا؟ البته بفرما. خوشگلم عزیزم. چه سورپرایز قشنگی. واقعا شت. کفتر و عاشق. فکر کنم پریدم تو حرفتون، اما موضوعمون خیلی مهمه. موضوع چیه؟ بگیم ببینم. امروز بین لروکس و دمیر یه چیزی شد. دیگه نمیدونم بحث کردن یا دعوا کردن چی بود، اما لروکس حالش اصلا خوب نبود. بابا یعنی سر همدیگه داد زدن؟ نه اونطوری نه، یعنی عین جنگ سرد بود، آروم و عمیق. بعدش هم با هم رفتن بیرون، اما تا الان تلفنشو جواب نداده، گوشیشو خاموش کرده. لروکس هیچ وقت همچین کاری نمیکنه، حتی نخواست با ما حرف بزنه. ما میگیم بریم یه نگاهی به خونش بندازیم، ولی خب آخه مشکل اینه که دمیر نمیدونه ما میدونیم قضیه رو. آها، اما میدونه که من میدونم. دقیقاً. باشه، من یه سر میزنم. همین الان؟ تو یه سر به خونش بزن ببین اونجاست، ما هم بریم ببینیم یه وقت هپی پای نرفته باشه. باش. چرا نمیخوری؟ گرسنت نیست؟ میخوای بریم یه جای دیگه؟ نه، اینجا خوشگله. خیلی وقت بود که نیومده بودم. آخرین بار که با هم رفتیم بیرون غذا بخوریم چیزه کی بود؟ وایسا الان یادم میاد. از اینکه پروژه دیریم خانمو تموم کرده بودیم هیجان داشتیم. فوریه بود نه؟ فرداشم زنگ زد گفت نظرمو عوض کرد. آی آره، اونم مشکلش چی بود؟ گفت عسلی وسط خونه نمیدرخشید. تو رو خدا ببین زنی چه انتظاری از مرمر داره. وای طرف مریض. آره مریضه. قبلا چقدر خوش میگذروندیم. بر اون وقتا دل تنگ نشده؟ چرا؟ دلم برای اون روزا تنگ شده. اصلا دروغ نمیگفتم. آبرومو با هر چیزی نمیبردم. چرا این کارو با خودت میکنی؟ هممون یه اشتباهاتی داشتیم، هممون توی دردسر افتادیم. چرا همه مسئولیت‌ها رو دوش خودت میندازی؟ من شروع کردم. برای اینکه دوستامون ناراحت شدن این کارو کردیم. اونو ولش کن بابا براک. اونو دیگه تموم کردیم. امروز وقتی تو رو تو شرکت اونجوری دیدم خیلی نگرانت شدم. نه من خوب. ماهی تو بخور الان سرد میشه. ببخشید عزیزم. بله براک، برات یه خبر خیلی خوب دارم. شرکتی بیا آتلیه من. نه شرکت نیستم. اگه ضروری نیست فردا بهش رسیدگی میکنم. آهان، کسی پیشته؟ بله. باشه، لوکیشن بفرست من بیام. نه ببینم میشه فردا با هم جلسه بذاریم؟ باشه، تو لوکیشن بفرست، من نیاز باشه منتظر میمونم تا کار تموم بشه. خب دیگه منتظرم. لروکس داره میاد. بفرما میگیرم. قول میدی؟ لروکس اینجان قسم میخورم بپر. آی عضلات دستم گرفته نمیتونم ول کنم. ول کن ببینم ول کن.
کارموک خوش اومدی. اوه. منتظر لروکسی. گرسنه ای؟ بسه. خب امروز لروکس خانم نیست. بیا بخور. آفرین. باشه عزیزم ناراحت نشو. خیلی. لروکس چیزی هست که به من نگفته باشی؟ منظورت چیه؟ انگار فقط مشتری هیولا نیست که اذیتت میکنه. نه من خوبم، فقط خستم. دیشب نتونستم خوب بخوابم. دمیر به تو دست درازی میکنه؟ ببین اگه همچین چیزی هست به من بگو. سری میرم ازش شکایت میکنم که داره از ریاستش سوء استفاده میکنه. به همه میگم. براک چرا چرت و پرت میگی ها؟ چی داری میگی؟ چه تجاوزی؟ آخه میریم سر زمینا میاد پیشمون، برای که با تو تنها بمونه منو دک میکنه. بعدش که برمیگردیم تو بدجوری گریه میکنی. در ضمن میره بیرون و تو رو با خودش میبره. خب انتظار داری چه فکری بکنه؟ آره وقتی اینجوری بهش نگاه میکنی عجیب به نظر میاد، اما همه چیو داری اشتباه برداشت میکنی. من راجع به پروژه یه چیزی گفتم، آلارا هم نپسندید، منم بهش تیکه انداختم، دمیرخانم عصبانی شد. همین. حق نداره برای اینکه از دوست دخترش دفاع کنه تو رو گریه بندازه. من اجازه همچین کاری بهش نمیدم. اون دوست دخترش نیست، یعنی میگه که نیست، اینجوری میگه، اما فکر کنم اونجوری. نمیدونم براک اصلا به ما چه، راجبش حرف نزنیم، ولش کن، موضوع عوض کنیم. باشه موضوع رو عوض کنیم، اما ببین اگه واقعا چنین چیزی نیست براک، نیست. خیلی خوب باشه، من دیگه باید برم. باشه من میرسونمت. نه نیازی نیست، نمیخوام برم خونه، یه کاری دارم. بابت نهار ممنونم. منم ازت ممنونم. میبینمت. سلام. برات خبرای خیلی خوب دارم آقا. قیافت اونطوری نکن. رفت نگران نباش، منتظر بودم بره. خب دیگه یه قهوه بخوریم چون خیلی هیجان زدم. دارم میبینم. دوبله شده در استودیو جن. اجازه میدین لطفا؟ اگه کارم تموم شد چرا که نه؟ تخته رو که برای خودت برداشتی، اینجا محیط خصوصی منه. همچین چیزی نداره. پس باید باشه. نمیشه چون قرار نیست تو این خونه با هم زندگی کنیم. آره من تنها زندگی میکنم، درست مثل اون روزای خوبم تا قبل اینکه تو بیای. سیب زمینی داره میسوزه لروکس. یلدریم خان اومدن. اینم میدونه که شما تو اتاقتون هستین. چی کارت کرد که اینطوری شدی؟ اون نه، من باعث شدم اینطوری بشه. تو نمیخوای دمیر خان بره عزیزم؟ ول کن بابا. خوبی دمیر؟ انگار فکرت به یه جای دیگه ای رفت. ببخشید نابود شدم، اعصابم دیگه نمیکشه. آره میدونم، عملیات چیتا رو من شروع کردم.
اما دارم تمومش میکنم. لطفاً همین امروز صبح باعث شدی دنیای قشنگی رو تصور کنم که فقط دوتاییمون توش هستیم. ها در ضمن این فصل پاریس خیلی سرده. برای اینکه عشقت سردش نشه باید یه شال بندازی روشونش. آها وایسا، من یه شال قشنگ دارم الان برات میارم. لروکس، دمیر به تو دست درازی میکنه؟ ببین اگه همچین چیزی هست به من بگو. سری میرم ازش شکایت میکنم که داره از ریاستش سوء استفاده میکنه. به همه میگم. براک چرا چرت و پرت میگی ها؟